سلام، من برای کیکم دارم اولین پست یوتیوبمو به اشتراک میذارم. امیدوارم که براتون مفید باشه. خوشحال میشم که چنلمو سابسکرایب کنید و برای شروع هم یک کیک راحت و آسون داریم که با آب جوش درست میشه، مناسب کسایی که به شیر و ماست آلرژی دارن. 3 تا تخم مرغمون رو با میزان شکر دستورمون میزنیم. بعد حین زدن تخم مرغ شکر بعد چند بار کاسمون رو دورگیری کنیم که کیکمون بعد از پخت بوی زخم تخم مرغ نگیره. کیکمون رو با دور همزن حدوداً 3-4 دقیقه میزنیم که کرم رنگ و کشدار بشه. وانیل و روغن مایه رو اضافه میکنیم و 1 دقیقه هم میزنیم با دور متوسط. بعدش آب ولرمون رو اضافه میکنیم و اینجا باید سرعت عملمون بالا باشه که تخم مرغامون نپزن. مواد مایه رو که زدیم آردی که از قبل لک شده به اضافه بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. غلظت موادمون در همین حد باید باشه. اگه شما میتونید موادتون همینجور بریزین توی قالب بذارید بپزه، یا هم مثل من 2 قسمتش میکنید و 1 قسمت رو با 1 قاشق غذاخوری پودر کاکائو مخلوط میکنید. شما میتونید به جای پودر کاکائو از نسکافه یا زعفرون استفاده کنید. بعد توی قالبی که از قبل چرب و آردپاشی شده میریزیم و با یه چیز تیز مثل چاقو یا خلال در میندازیم روش. در اینجا ما میتونیم از مغزیجات دلخواه یا شکلات چیپچی استفاده کنیم و کیکمون رو حدود 40 دقیقه میذاریم توی فر با دمای 180 درجه. بچه این کیک گزینه عالیه برای عصرون و صبحونه. یه بافت بسیار نرم و لطیف داره و برعکس باقی کیکا نیست که با آب درست میشه و سنگینه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و یادتون نره که چنل منو حمایت کنین با لایک و سابسکرایباتون. اگر هر سوال دیگه هم دارین کامنت کنین.